روز اویله هر سال در ولایت ختلان با برگزاری چاره‌بینی‌های وسیع فرهنگی و اشتراک اویله‌های سابقه‌دار و نمونوی گرامی داشته می‌شود. ضمن جمع آمدی که در ناحیه وخش با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان برگزار گردید، اوید به مسئله‌های توجه خاص حکومت جمهوری نسبت به اویله سالم و جامعه رشد کرده، معرفت اویله‌داری، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، آماده کردن آنها به حیات مستقلانه، تحمل پذیری در روزگار یکجایه، مقدس دانستن مفهوم اویله، پیشگیری جداشوی اویله‌های جوان، نمونه عبرت دانستن روزگار اویله‌های سابقه‌دار و دیگر موضوعهای مربوط به حیات انسان مورد بررسی قرار گرفت. طور ذکر گردید پایداری و استواری اویله‌ها را پیش از همه محبت صمیمی تشکیل می‌دهد. محض همین عامل همدیگر فهمی می‌تواند در سالمی جامعه و جریان حیات مشترک زمینه خوب گذارد. در تمام سخنرانی‌ها، در تمام برآمدهایشان پیشوای معظم ملت در مسائل بلند برداشتن سطح معرفت اویله‌ها و بهتر نمودن شرایط زیست و زندگانی مردم دستور سپارش‌ها می‌دهند و در تطبیق دستور و سپارش‌های سرور دولت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ختلان آزمون ولایتی اویله بهترین دایر نمودن و باعث خرسندی است که از تمام 25 شهر و ناحیه‌های ولایت اویله‌های بهترین انتخاب گشتند و از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ختلان قطر شناسی کردند. از تحلیل‌ها برمی‌آید که امروز محض اویله سالم می‌تواند که در آینده نسل نورس و جوان را در روحیه خویشتن شناسی و وطن پرستی و مهنت دوستی تربیت نماید و برای دولت و ملت در آینده متخصصان ورزیده به وای رساند. بنابراین ما لازم است که از جمله زنان، مادران، پدر و مادران لازم است که نسبت تعلیم و تربیت نسل نورس توجه همیشگی ظاهر نماییم تا که در آینده آنها توانند همچون انسان‌های کامل به وای رسند و پیش از همه به پدر و مادر خود و به دولت و وطن محبوبمان خدمت کرده باشند. طور اشاره گردید تمام پیشروی‌های دولت‌های رشد کرده دنیا به سالمی اویله‌ها مربوطی دارد. محض شرایط خوب اویلوی می‌تواند در تربیت فرزند سالم نقش مؤثر گذارد. حکومت جمهوری تاجیکستان اویله سالم را عامل مهم پایداری دولت معنی داد می‌کند. از همین خاطر این نهاد در جمهوری تاجیکستان تحت حمایت همیشگی حکومت قرار گرفته اساس رشد جامعه دانسته می‌شود. در جمع آمد اویله‌های سابقه‌دار و اویله‌های نمونوی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی کرده شدند. هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت ختلان و ناحیه وخش با پیشنهاد برنامه موسیقی خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند.